استاد یک نفر دیگر سوال کرده بودن درباره همین که شخصانی که به مکه به مقصد تجارت می درآیند آیا باید احرام بپوشند؟ کسی که به مکه می درآید با نیتی غیر حج و عمره، مقصدش تجارت مثلا یا زیارت یگان خویش و اقربا یا با دیگر مقصدهای دنیوی وارد مکه میشد، برای اینها طبق مذهب امام شافعی احرام بستن، نیت کردن شرط نیست میگوید. برای چی؟ برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ممن اراد الحج و العمره، در همین حدیث بخاری مسلم ثابت است که اونهایی که با مقصد حج و عمره وارد مکه میشوند. همین را به نظر گرفته مذهب شافعی و یک روایتی از امام احمد گفتند که به مکه در آمدن به احرام اجازت است و این مذهب ظاهری ها هست که ابن حزم رحمت الله علیه در محلا بسیار این مذهب را نصرت دادند و ابوالوفا ابن عقیل ابن مفلح و هی ظاهرتون از مذهب احمد اینش ظاهرتر است، ولی اصلا قول جمهور علما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک و امام احمد دو روایت دارد. یک روایت دیگرش میگه که واجب است هر کسی که به مکه می درآید خواه با نیت عمره، خواه با نیت حج، خواه با نیت دیگر کارها مثل تجارت، اینو باید احرام بندند، نیت کنند با نیت حج و عمره درآیند، همچون احترام کعبه. دلیل آوردن دلیل هاشون عام است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه فهی حرام در روایت بخاری بحرام الله، در بعض روایت بحرمت الله. مکه مکانی که حرام است، یعنی اون شهر لندن نیست یا واشنگتن نیست که لباس فوتبال کتانکتی در آمدن گرفت. این شهر حرام است. اون لباسایی که به دیگر شهرها حلال است و اینجا حرام است تا روز قیامت. لن تحل لاحد قبلی، به یگان آدم تا امروز حلال شدگی نبود کتن. ولا تحل لاحد بعدی من برای یگان کسم حلال نمیشه تا قیامت. و اینما احلت لی ساعتا من النار، برای منم یک ساعتی از روی حلال گردان، یک ساعتی از روز حلال گردانیده شد. یعنی وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم سال 8 مکه، سال 8 هجری روز فتح مکه بود، یعنی فتح مکه دولت اسلامی شد، می شود گفت بدون جنگ. پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شدن به مکه، گفتن که پیش از آمدن الکی معلوم بود که به جنگ مکه را میگیرند، برای آنکه در مکه مسلمان ها هم زیاد بود، مشرک ها کم باقی مانده بودند و مسلمان ها در دیگر مدینه و در اطراف آن الکی با قوت شدند و چندین مبارزه ها و جنگ ها شد و مشرک ها مغلوب شدند بالاخره. بنابراین معلوم بود که نهایت همین در آمدن به جنگ و فایده مسلمان ها مکه از آن فتح مکه میشد. یعنی مکه از دیار این که از آن مشرک های و کافر های بت پرستا بود دیار مسلمان ها میشد، تابع مدینه میشد. مدینه یعنی که پایتخت اسلام، اولین دولت اسلامی در روی زمین این از مدینه منوره سرچشمه گرفت. بعد سال 8 هجری، یعنی بعد 8 سال هجرتی، بعد 8 سال انکشاف پیدا شوی دولت اسلامی، بعد مکه تابع شد. و پیش از در آمدن به مکه عباس همه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که یا رسول الله من ابو سفیان سردار مکه بود، رئیس شهر بود، لیکن کافر حاله. ابو سفیان حالی سال 8 هجری است، حالی کافر است. گفتن که ابو سفیان هم مردی هست که تعریف را دوست می‌دارد. یا رسول الله اجعل له شیئا، یا رسول الله برای ابو سفیان هم یگان نصیبتید، یگان چی گویید که ابو سفیان خرسند شود. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که وارد مکه شدن لباس احرام قطعی ندار آمدن و علی رأسه المغفر، در سر مبارکشان
مغفر بود. مغفر از کلمه مغفرت گناه، غفران، پوشیدن گرفته شده است. سر می پوشد، آهنین، کلاه آهنین بود، یعنی اگر شمشیر رسد یا تیر رسد سر محفوظ می دارد. با وجود اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم محفوظ به نص قرآن والله یعصمک من الناس، ای پیامبر الله تو رو محافظت میکنه، تو دعوت کردن گیر گفت، با وجود همین همچون گرفتنی سبب، یعنی فقط توکل به الله گفته سری لوش ندار آمده، بر سرشون مغفر پوشیدن، کلاهی آهنین پوشیده در آمدن، یعنی با لباسهای عادی در آمدن، نه با لباس احرام. یعنی پیامبر صلی الله گفتن که این تا امروز به یگان کس حلال نبود و بعدی منم تا قیامت به یگان کس حلال نیست. این فقط برای من یک ساعت، اون وقت این ساعتی که در نزد علمای فلک که عبارت از 60 دقیقه هست، این خیلی ساعت نه، معنای این کلمه ساعت من در حدیث آمده است، انما احل لی ساعه من النهار، حدیث بخاری مسلم است، برای من یک ساعتی از روز حلال گردانیده شد. گفتم یک ساعت یعنی یا مقدار معین وقت که بی لباس در آمدم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که پیش از در آمدن به مکه من دخل داره فهو آمین، کسی که به حوالیش درآد و در امنیت است. چون که این موضوع لشکری مسلمانان واردی مکه شده ایستاده است، اعلان کرد من دخل بیته فهو آمین، کسی خانه‌اش به در آمده خب شیند و در امنیت است، یعنی به او ما بدی نمیکنیم، شمشیر تیر نمیرسد. و من دخل المسجد فهو آمین، کسی که مسجد درآید و هم در امنیت است، یعنی کسی داخل مسجد شیند. انا ببینید بعضی مثلا تاریخ‌های وقتی که محمد فاتح وارد شهر کنستانتینوپل شد، استانبول امروزه، آنهایی که در سرکوف یعنی در کلیسا در آمده نشستند، اونا می ترسیدن که ما رو محمد میکشد یا نه. بعد در آمده گفت که ما آدم بی عراق رو نمیکشیم، این سنت اسلام هست، این فرموده شریعت اسلام هست. اونا هم میدونستن، مثلا بعضی پاپ ها یعنی دانشمندان نصرانی ها میدونستن که کسی در مسجد نشیند، یعنی در کلیساشون نشیند و در عبادتگاه شیند و جنگ نکند و عراق و اسلحه نداشته باشد، مسلمان ها به او اعتراض نمیکنند. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کسی که مسجد میداره و در امنیت است، کسی که خانهش میدارد و هم در امنیت است. و من دخل دار ابی سفیان فهو آمین، کسی که خانه ابو سفیان دارد و هم در امنیت است. بنابر طلبی عمکشان عباس گفتن که یا رسول الله، ابو سفیان هم یگان نامشگیری دیگه اونجا و همین چیزا دوست می‌دارد. واقعا پیامبر صلی الله علیه و سلم داناترین خلق هستند. در آمدی گپ ببینید، کسی خانه خودش دارد و در امنیت است، یعنی پسترین، معیدترین، اندکترین آدمی مکه خانه خودش بدارد و در امنیت است. و من دخل دار ابی سفیان فهو آمین، کسی که خانه ابو سفیان دارد و هم در امنیت است. یعنی نام ابو سفیان علاهیده ذکر کردن. و این عادت پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتند، وقتی که در بعضی معرکه ها پول و مالی که جمع شد برای مسلمان ها تقسیم کردند. و عادتا پیامبر صلی الله علیه و سلم مثل کمونیست ها برابری تقسیم نمی کردن. و این دینی اسلام نیست. برابری این از آن کمونیست ها هست. آمده دیوال های در زمان شوروی با تیشه ها می تراشیدن، گچ که داخلش خشتی پخته دارد یا خشتی خام یا تپک، مثل دیگر آدم ها تپک و سینج. اگر خشتی پخته باشد خانتان جوابگری کشیده می شدید. یا ماشین هم کسی که ماشین مسکویج داشته باشد جوابگری میگه که بای و کمبغل نیست، باید همه برابر شود. میگه الله تعالی انسان های بای و کمبغل آفریده است. الله تعالی میگه که ما شما را گوناگون آفریدیم، برای شما نیکی و بدی میدهیم، با بدی و با نیکی امتحان میکنیم. این طبیعت حیات دنیا هست. اینه نمیشد آدمای گری اخیله کنی. و آدمی که معلومات عالی دارد 20 ساعت در یک شبانه روز کوشش و غیرت میکند، فعالیت میکنه، یک آدم 20 ساعت اینترنت بازی میکند برای همیها پولی دولت برابر تقسیم کنی، این برابری از شریعت نیست، این برابری از
شیوعیین، از کمونیست ها هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم به بعضی آدم ها دادند، به بعضی آدم ها ندادند. تقسیمات بینید. همین ابو سفیان هم بعد جنگ حنین برایش 300 شتر داده بودند. اقرا ابن حابس برایش 300 شتر داده بودند. حالا میبینید در کتاب جهاد یا در دیگر کتاب ها تقسیمات پیامبر صلی الله علیه و سلم میبینید برای چی این کارا کردن. لیکن اینجا یک جای شاهد است، این است که در یکی از تقسیمات ها تقسیم کردن. بعضی آدم ها البته برای ما چون ندادن گفته حیران میشن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من به بعضی آدم ها میدهم، به بعضی آدم ها نمیدهم. بعضی آدم هایی که من به آنها ندادم، اصلا آدم هایی که من دادم، من در آنها ضعیفی را دیدم. در اسلام ضعیفی را دادم برای گرم کردن قلبشان و برای مستحکم کردن و پر کردن همون ضعفشان به آنها من پول و مال دادم. و بعضی آدم هایی که دیدم که ایمان آنها با قوت است به آنها ندادم. و قسم به نام الله آنهایی که ندادم برای من محبوب تر هستند از آنهایی که دادم. منهم عمرو بن تغلب، از جمله آنهایی که برای من محبوب تر است و به او پول ندادم عمرو ابن تغلب است. اونجا صدها آدم است، لیکن اسلوبی پیامبر صلی الله علیه و سلم را ببینید. اونهایی که ندادم برای من محبوب تر است از آنهایی که دادم. آنهایی که ندادم اونها برای من محبوب تر است، اونها را من دوست می‌دارم نسبت آنهایی که به آنها پول دادم. منهم عمرو بن تغلب، از جمله آنهایی که ندادم پول و آنها را به ایمانش حواله کردم عمرو پسری تغلب است. عمرو ابن تغلب میگفت که قسم به نام الله تعالی من به عوض این جمله پیغمبر صلی الله علیه و سلم شتر سرخ را عوض نمیکنم. یعنی که به جای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم برای من شتر سرخ دهند، یعنی همه مال قیمت، از همه ماشین قیمت چی است؟ بنتلی است، چی است؟ مثلا از همه ماشین قیمت یا از همه مال قیمت تیان، به جای این همین جمله شون برای من اولا هست. من عوض نمیکنم این جمله پیامبر صلی الله علیه و سلم. خیلی واقعا خیر در این حدیث علاقه فضیلت عمرو ابن تغلب است. گفتن که اونهایی که ندادن برای من محبوب تر هستند، از جمله آنها از اونو صدها نفر هستند، لیکن یک کس مخصوص کردن عمرو ابن تغلب است. نامش در بین اینقدر آدم ها گرفتن. میگفت که به جای همین کلمه پیامبر صلی الله علیه و سلم دنیا رو نمیخواهم در بعضی روایت ها. و این اسلوبشون در روزی مکه هم استفاده کردن. گفتن که کسی به خانهش در آید و در امنیت است و کسی به خانه ابو سفیان در آید هم در امنیت است و الا هر یک کس خانه خودش به در آدم در امنیت است. یعنی کسی در کوچه با یراق نباشد شد. انا همین موضعی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بدون نیت حج عمره با لباسی عادی در سرشان سرپوش و کلاه وارد مکه شدند و گفتند که این فقط برای من 1 ساعت حلال است. علما از همین مذهب جمهور ابو حنیفه و مالک و احمد فهمیدن که این حدیث دلالت میکند که بی لباس در آمدن منع است به مکه. ولی پیامبر صلی الله علیه و نیتشون حج هم نبود، عمره هم نبود، نیتشون گرفتن شهر بود. لیکن گفتن که این فقط برای من بود، برای دیگرها نگفتن. بنابراین دیگرها باید احرام پوشد. این چون دیگه روایت ابن عباس از خود سخن موقوف به ابن عباس است، میگه که لا يدخل احد مکه الا محرما، یگان آدم به مکه ندراید مگر با احرام. با احرام به معنای هم لباس احرام پوشید و هم لبیک عمرتان گفته دراید، نیت کرده دراید حج عبادت را. و این اثر در شرح معانی الاثار امام طحاوی آوردین. حافظ ابن حجر عسقلانی گفتن که اسناده جیدون، اسنادش خوب است، گفتن حدیث صحیح است، گفتن یعنی حدیث نیست، موقوف است. خب لیکن خیلی که گفتیم قول دوم فقط برای حاجی ها و عمرچی ها به لباس در آمدن، با لباس مخصوص حج در آمدن فقط برای حاجی ها و عمرچی ها هست.
اونایی که با غیر نیت حج عمره می درآیند برای آنها احرام و نیت شرط نیست گفتند، بنابراین به همین حدیث بخاری و مسلم من اراد الحج والعمره.